خب بچه‌ها امروز قراره که شهر کیوتو رو با هم بگردیم و امروز یه روز خیلی خاصی هم هست. این ایام، این روزهای اخیر مصادف شده با 13 بدر ایران و دقیقاً میخوام بهتون نشون بدم که یه رسم مشابهی هم ژاپنی‌ها دارن، دقیقاً مثل 13 بدر ما، و میان شکوفه‌های گیلاس یا ساکورا رو میبینن. امروز اوج شکفتن شکوفه‌های گیلاسه و قراره کل شهر کیوتو رو با هم بگردیم و کلی جای خوشگل کیوتو رو بهتون نشون بدم. من 3 سال کیوتو زندگی کرده بودم و خیلی از جاهای خفن کیوتو رو بلدم. بریم بهتون نشون بدم. یه ولاگ خیلی خفن بزن بریم.シレイちゃん、京都に着きました。着きました。じゃあ先にご飯食べに行きましょうか。ご飯食べよう。行きましょう。خب بچه‌ها قبل از اینکه هانامی رو شروع کنیم یا دیدن شکوفه‌های گیلاس، قراره که دقیقاً همین بغل رودخونه یه جای خیلی خوب پیدا کردیم اینجا، اونم کیفای ماسکی گذاشتیم اونجا. قراره که اینجا ناهار رو بخوریم و کم کم گشت زنی داخل شهر رو شروع کنیم. بزن بریم. خب بچه‌ها دقیقاً ما اینجا نشستیم و اینجاییه که برای ناهار آماده کردیم. می‌خوایم ببینیم که رینا خانم برای ناهار چی آماده کرده. اینه بچه‌ها یادتون باشه دقیقاً ما یه دونه ولاگ ساخته بودیم، دقیقاً این قسمت رودخونه نشسته بودیم که عقاب اومد و ساندویچ من داخل دستم زد. ساندویچを取っていっちゃったね。わ、サンドイッチ持ってきた？見える？お、見えるよ。いい感じ。お、何のサンドイッチ？チキンとチキンとチーズとチーズと卵とレタスです。レタス。おー、いいね。唐揚げ私好き。いいね。唐揚げبچه‌ها میشه چیکن مرغ سرخ شده یه ژاپنی به روش ژاپنی اینا دیپ فرای میکنن و خیلی خوشمزه و کریسپی میشه. آریگاتو. いいね。鳥に食べられないように閉めます。そうだね。こっちは鳥がいっぱいいる。おー。デザート持ってきました。デザートも持ってきた？おー、ぶどう。私ぶどう好きだよ。ぶどう食べようか。いいね。じゃあ食べましょう。食べましょう。いい感じ。خب بچه‌ها اینم برای نهار امروز. جاتون خالی کنار رودخونه کاموگاوا، رودخونه که دقیقاً مرکز از وسط شهر کیوتو رد میشه. نهار امروز رو با هم خوردیم و قراره که از اینجا گشتمون رو شروع کنیم و چند تا جای خیلی خفن شهر کیوتو رو با هم ببینیم. بزن بریم.わ、めっちゃいいとこ今。すごいね。خب بچه‌ها ما هانامی رو شروع کردیم و الان در مسیر حرکت به سمت یه معبد خیلی خوشگلیم به اسم هیانجینگو و از اونجا هم میریم سمت نانزنجی، یکی از شراین‌های معروف شهر کیوتو. و این مسیری که دقیقاً ختم میشه به معبد هیانجینگو و نانزنجی رو کامل بهتون نشون میدم. کنار یه رودخونه خیلی خوشگل داریم راه میریم و اینکه مسیر رو بهتون نشون میدم. جلو رو ببینید.
خب بچه‌ها امتداد رودخونه کاموگاوا رو حرکت کردیم. دقیقاً از بغل رودخونه که حرکت کنیم میرسیم به یه همچین جای خیلی خوشگلی که مسیر رو من بهتون نشون دادم. واقعاً الان شهر کیوتو در زیباترین و قشنگترین زمان خودشه. برای عزیزانی که میخوان بیان سمت شهر کیوتو، میخوان بیان ژاپن، بدونن که 6 و 7 آپریل اوج شکوفه دادن درختای گیلاسه و بهترین زمان دیدن از ژاپنه. میخوایم اینجا ادامه بدیم، بریم هیانجینگو رو ببینیم، یکی از معبدهای خیلی معروف ژاپنی. بعد دقیقاً همین مسیر رو برگردیم ادامه رودخونه، بریم یه معبد دیگه رو بهتون نشون بدم به اسم نانزنجی شراین و دقیقاً ساکوراهای پشت سر منم میبینیم که چقدر خوشگله. بزن بریم. خب بچه‌ها رسیدیم به معبد هیانجینگو و رچان سوکیماشتانه و هیانجینگو نی سوکیماشتانه. و اینکه بچه‌ها یه چی بهتون بگم که خب ما دقیقاً داخل معبد رو نمیریم نگاه کنیم، چون از اینجا من نگاه می‌کردم داخل معبد گویا در حال تعمیرات، دیده نمیشه. نانکا سونو جینجا نو ناکامیを工事中だから全然見れないからこっちから違うところに移動していきましょうか. و اینکه این صدایی هم که دارین میشنوین بچه‌ها، این بغل بهتون نشون بدم، این صدایی که دارین میشنوین اون قسمت سن بستن، استیج گذاشتن و داره ایونت برگزار میشه. ایونت رقص سنتی ژاپنیه، خیلی ایونت قشنگه. ویدیوهای ایونت هم بعدن آخر ویدیو بهتون نشون میدم، یا حالا شاید وسطای ویدیو هم گذاشتم و امیدوارم که ببینین و لذت ببرین. و از اینجا حرکت میکنیم سمت نانزنجی شراین. رچان سوگی نو تokoroに行きましょうか. بزن بری. 行きましょう. この地に神より与えた箱があった。開けることを禁じられたその魅惑の箱に誰もが手を伸ばす。闇の白い嵐の僕、浦島建設は果てなき大欲は運動の発端、全然強強大王が今ここに利益は続く。大欲は中央のグラン全体ボクシングまだ進めません。パンドラの箱の奥底に眠る希望が目を覚ます。かすかに灯る一筋の光、それはまるで木漏れ日のように夜を照らさんと清らかにきらめく。闇の空一生だってまたじゃ果てなき大役。このように飛び越えるよ。全てを見て闇を愛着。お闇照らせ希望の光。あなたと深刻になって諦めましょうか。輝きそめめげるな、諦めるな、どんな困難が訪れようともさあ希望をつかみ取れ。みんなが出会えたこの奇跡、永遠に続け光とともに。خب بچه‌ها ما دقیقاً از اینجا اومدیم. من وسط خیابون ایستادم که این ویدیو رو بگیرم. این چیزی که جلوی من می‌بینین، دروازه‌ای که جلوی من می‌بینین اسمش هست توری که یکی از بزرگترین دروازه‌های کیوتوه. دقیقاً سمت چپ ما میخوام این مسیر اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینین چه مسیر خیلی خوشگل اینجا هست. یه همچین رودخونه زیبایی. ما این رودخونه رو ادامه میدیم، مسیر رو ادامه میدیم از کنار رودخونه و میریم سمت جای بعدی که هست نانزنجی شراین.
خب بچه قبل اینکه بریم سمت نانزنجی شراین رسیدیم به یک جای خیلی خفن دیگه داخل مسیر به اسم کیاگ اینکلاین. من قبلا اینو بهتون نشون داده بودم که جای خیلی خفنیه و میان اینجا با این ریل راهنی که وسطش هست عکسای خیلی خفنی میگیرن. ریچان کوتینی سکیماشتا نه 着きました。じゃあ上に歩いていこうか。この線の上に走ることができるの？歩くことができる？歩けるかも。落ちずに。じゃあ行こうか。オッケ行って行って。よし。レイちゃん準備はいいですか？ー。あ、まだ。まだ行きましょう。よし。ああいいねいいね。ちゃんと進めてるよ。どこまで行けるんだ？おーずっと行けるねレイちゃん。あーぶつかりそう。うわーいいねいいねいいねいい感じ。めっちゃいい感じに進めてな。オッケーじゃあここで写真撮りましょうか。オッケ人いないからいい感じ。ー写真撮ろう。レイちゃん次のところに行かないと。行きましょう。そうもう時間がないのですぐに南禅寺シャラインの見に行きましょうか。行きましょう。案内お願いします。カモンカモン行きましょう。خب بچه ها تقریبا بعد از یک پیاده روی 10-15 دقیقه الان تقریبا 4 بعد از ظهره و ما رسیدیم به معبد نانزنجی، یکی از معروف ترین معبدهای شهر کیوتو و قراره که از اینجا یکم ادامه بدیم تا قبل اینکه هوا سرد نشده باشه و تاریک نشده باشه بریم فیلاسوفرز پاس رو هم ببینیم. یکی از مسیرهای خیلی خوشگلی است که به نظر من بهترین جا برای دیدن ساکوراها در شهر کیوتوه. و قبل اون دقیقاً این قسمت پشت سر رینا ما اینجا نشستیم یکم استراحت کنیم، یه آب گرفتیم و اینا، یه استراحتی کنیم و دوباره به مسیرمون ادامه بدیم. پشت سر ما دقیقاً میشه نانزنجی شراین و روبروی من دقیقاً اون پل معروفی است که در کیوتو من داخل چند تا فکر کنم چیز نشون دادم، داخل چند تا از این ولاگ ها نشون دادم. پلو بهتون نشون میدم، یه دوری اطراف پل میزنیم و میریم سمت نانزنجی رو بهتون نشون میدم و میریم سمت مسیر فیلاسوفرز پاس. بزن بریم. بچه اونجا هم یه جنبه مقدسی داره، مثل ما که نمیدونم شمع روشن میکنن جنبه مقدس داره، اونجا هم یه چیزایی مثل حالا عود روشن میکنن و اونجا میذارن و دودش رو داخل صورتشون یا داخل سر صورتشون میزنن و براشون حالا یه جنبه مقدسی داره. اونجا هم بریم ببینیم. ریچان سوکونی مومینی که ماشوکا هی案内お願いします。自分でやるのこれ。自分でこうやって自分でですね。線香こうやって。
خب بچه‌ها اینم برای گردش آخر هفته کیوتو گردی ما، هانامی یا دیدن شکوفه‌های گیلاس. و ما رسیدیم دقیقاً اول مسیر فیلاسوفرز پاس یا همون مسیر فلسفی. تقریباً 1-2 کیلومتر هست که همه باید پیاده بیان. حتما اگر که مسیرتون خورد به سمت ژاپن و توریستی اومدین ژاپن، حتما اینجا رو طی زمان آپریل، اواخر مارس و اوایل آپریل بیاین و لذت ببرین. شکوفه‌ها در زیباترین حالت ممکن خودشون هستن. امیدوارم که این ولاگ هم ببینین و لذت ببرین. تا ولاگ بعدی بچه‌ها، خداحافظ.